ایره دختر خانما بیشتر انتخاب میکنن یا عروسا؟ تکه از تکه بخمل است، رنگشم رنگ سرمه‌ای، یخنشم باز کار و دست میایه و باز این قسمتایش یار خود ما زدی دوزی میکنیم. این قسمتایش؟ این قسمتایش. بسیار خوب. دامن کلان داره، دیزاینشان مختلف است. در رابطه با ایام برای ما بگویید. تقریبا 12 متر دامن داره. یک است لیلی متن میگنش، تکای تنبان است ولی به حساب تکی اول است. نوک دامنش ببینید توتای مختلف کار شده. دیگه چرمام کار شده، فیتای ماشینی هم کار شده، فیتای هندی هم دیگه کار شده. کش بخمل آبچکان میگن و این گلدوزی که روی شده رو این دتکه تیار نمی باشه و زیر دامنش چرمه دوزی شده. یخن از یام یخنای خوستی میگن دیگه. یخنش کار دست است مکمل. هموطنان نازنین سلام، وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم در هر جایی که هستین و بیننده برنامه ما هستین صحت و سلامت باشین. شمین اجرابی هستم از چینل یوتیوب سلک رود تایم. شما را خوش آمدید میگیم. قسمی که شما بک‌گراند مرا مشاهده میکنین، امروز آمدیم در یکی از فروشگاه های مشهور گند افغانی. میخوایم بر شما مدل های گند افغانی که در سال 2024 در این فروشگاه آمده و شما عزیزان به معرفی بگیریم و همچنان خانمایی که علاقمند باشند میتونن که در این فروشگاه مراجعه کنن بعد از تماشای برنامه و بهترین مدل های 2024 بشناسن و خریداری کنن. و اگر شما هم مایل هستین که از مدل های گند افغانی 2024 که در این فروشگاه عرضه شده با خبر شوین، پس بیننده برنامه باشین و ما را تنها نگذارین. ما هم میرم به داخل فروشگاه با چند تن از کسایی که اینجا دکاندار هستند و این لباس ها را طراحی میکنن صحبتایی می داشته باشیم. شما هم بیننده برنامه باشین. سلام برادر، خوب هستی؟ سلام، خوب هستی؟ خبر بخیر، صحتتان خوب است؟ سلامت باشین. در ابتدا اگه خودتان معرفی داشته باشین. نصرتی هستم، یکی از دکاندارای مدینه بازار. خب خودت چند سال میشه برادر همینجا مصروف هستی؟ ما 10 سال یا 12 سال میشه اینجا مدینه بازار مشغول کار ما هستیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه صحبت کردین. اگر بریم به طرف معرفی لباسا و لباسایی که شما در سال 2024 اینجا طراحی کردین به معرفی بگیریم خوش میشیم. سایز مشکلی است، میبینیم از ما سر این پیران شروع میکنیم. پیران بیشتری. خب در رابطه با این طرف است چه شما؟ در رابطه با این پیران برای ما اگه معلومات بتین. این پیران کوتاه دیگه و تکیشم تکی شینگایی گلدار است. دیگه یک پیران متفاوت‌تر، پیران تقریبا عروسان هم گفته میتونه. خب ایره دختر خانما بیشتر انتخاب میکنن یا عروسا؟ ایره دختر خانما هم از خود ذوق مختلف است. هر کی هر چی که انتخاب کنه مشکل. خب شما خودتان ما که میبینیم همینجا طراحی میکنین و خودتان طراحی لباس هستین؟ خود ما طراح هستیم، بله. حساب دیزاین گپا کلر خودمون میکنیم. دیگه خیاطیش مربوط خود ما میشه. پیرانا کلش مربوط خود ما ذوقش. خب در قدر مدتی که شما اینجا کار میکنین باز چند نفر کارگر دارین؟ ما در حدود که 10 نفر هستیم مکمل. 10 نفر؟ با کارگر و یک دو شاگرد، دو فروشنده، 10 نفر میمونیم. حالا بریم به طرف لباس دیگه ای که بسیار رنگک زیبا و مقبول داره. اگه ایران با معرفی بگیریم که تکه از کدام نوع تکه است و در رابطه با دوختش برای ما معلومات بتین. تکه از تکه بخمل است، رنگشم رنگ سرمه‌ای، یخنشم باز کار و دست میایه. این قسمتایش هم چرمه دوزی شدگی است. پیرانی است که از دو رنگ متفاوت جور شدگی است، رنگ نارنجی و رنگ سرمه‌ای. و در رابطه با یخنش اگر بگوین، یخن از این بسیار زیباست و
این لباس در چقدر وقت طراحی میشه؟ این لباس خو یخنای ما اینجا خانم‌ها برای از نو آردر میتیم فرمایش میتیم برای مامور دیدی شوا میکنه باز حساب خیاطی شده یک روز ما خلاص میتونیم. خب یعنی طراحیش و اینمی چرمدوزیش خانم‌ها انجام میدن؟ یخنش خانم‌ها انجام میتن این دیگهش کرد بسیار چرمدوزا صبر رسونه. اما کارا اصلا مردم میکنن دیگه. دیگه زنا حوصله زیاد داره. خب حالا اگه پیران دیگه را معرفی بکنیم که بسیار رنگ زرد داره طرف استاد شویم و اینا مشتری هم دارن دیگه. خب در رابطه با این لباس با رنگ زرد اگر معلومات رعایت کنید؟ این پیران دیگه پیران قیمتی هم است و تکی گل بخمل میگن دیگه در افغانی ذکر دیگه تکی قیمتی وجود نداره. لباسی قسمتایش یار خود ما زریدوزی میکنیم اصلا این قسمتایش این اصلا تکه تیار است به شکل بالا واری باسی جار ما زریدوزی میکنیم دیگه چرمیشون باز کار دست است یخانش هم یخان کار دست میموری دیگه یک پیران کاملا کوچیانی و افغانی. خب دامن از زیرک ما میبینیم بسیار دامن کلان داره. در حدود چند متر از دامنش؟ دامن از این 6 متر است. 6 متر دامنش میایم دیگه سینه‌اش هم خوب است سینه کلان است. خب این به نام چی یاد میشه؟ خود تکیش که است که گل بخمل است و پیران را معمولا کل افغانی میگن. بله. واسه هم پیران کوچیانی است. خب بیشتر کدام دختر خانم‌ها از کدام ولایت اینا را انتخاب میکنن؟ ما قبلا هم گفتم خو ذوق‌های مختلف شده. این از زیادتر ایمی مردمای پشت زبان ما شما انتخاب میکنن پیرانای گل بخمل. باز دیگه مردمایی که در افغانستان هستند دیگه اقوام معمولا در روسیه یا بیشتر استفاده میکنن. خب یا خب کلش هم پیرانایی است که در روسیه استفاده میشه. باز پیرانای ساده است مثلا برای خانه و یگان جای سیاحت یا که میرن پیرانای ساده افغانی است. خب تفاوتی دیزاین با این لباسی که در عقب ماست داستینش از فکر کنم و آستین از این بسیار تو زیبا طراحی شده. در رابطه با این اگر برای ما معلومات بدین. این پیران هم که گل بخمل میه خب این رنگ پسته‌ایش است. اون چیزایی که زریدوزی گفتیم دیان کار شده. و پیرانای افغانی دو جورت یک دیزاینش نمی باشه به خاطر کار دست. یعنی در هر کدامش در یخنش داستینش تفاوت میاد دیگه. تفاوت 100% میاد به خاطر که نزی یخن دیگه اصلا هیچ پیدا نمیشه. فرق میکنه کمتون باز دیگه با مشتری خواسته باشه میده برشان. خب یخن از این در مدت چقدر وقت آماده میشه؟ این یخن یا سابقه هستن دیگه یا خانم سابقه جور میکردن یا شاید دو روز با سیاه جور شوند. خب موریش هم دیگه در تولید خود وطن ما. موریش هم تولید میجاست و دیگه کارش هم خانم‌ها میکنن دیگه قسمت یا کلش در حساب افغانی شده افغانی است. با سمی آستینای زیام مردمای زرمت که میگن آستینای زرمتی است. آستین زرمتی را یاد میکنن. خب حالا بریم به طرف پیران دیگه ای که دو رنگ داره. رنگ جیگری است و رنگ سبز. تکیش هم بخمل است وزنش هم زیاد است. در مورد از اگر بگوین؟ خب این پیران هم هر پیران نمو شوی خود داره. این پیران در رنگ پسته‌ای و جیگری کار شده که بخمل خودتان گفتین و یخنش هم با شکل موره و هر کدام از این همون تو یخنای متفاوت داره. و سینایش هم یخن گراف میگن سینای گراف دوزی است. یک پیران خوب دیگه ذوق‌ها که ذوق خوب داشت میپوشه. خب هر کدام از این بسیار متفاوت تر هستن. خب برادر شما مشتری هم داشتین ببخشین این لباس اگر به ما معرفی کنین؟ این لباس هم که است خود در تکه زری بخمل بگن این تکانه هستند در حساب گند افغانی و چرمدوزیش هم با چرمه ماشینی است دیگه باز از یخنش متفاوت تر است. یخن ساده است کمی موره کار شده دیگه در حساب اونمون پیرانا باز در خیاطی شد. یک تفاوتی که من دیدم در اینا هم آستینش بسیار متفاوت است و هم یخنش بسیار ساده است. آستیناش هم باز پاره پاره است. خوی قسمت ها رو نمو چاک سرشانه میگن. دیگه خوی یخنش مکمل ساده است. قسمت ها باز بدون چادر هستن؟ نه خیر چادر دارم. چادرش سرش رنگ پسته‌ای است. بسیار زیاد تشکر. زنده و سلامت باشی برادر. تشکر شما که از این وقت گذاشتید برام. خب اگر در اخیر آدرس دکانتان بگوین تا مشتری‌ها و کسایی که علاقه‌مند باشن بیاین خریداری کنن. آدرس دکان ما خلیفة الله مدینه بازار فروشگاه گند افغانی مدینه. زنده باشین بیادر. تشکر.
بیننده های عزیز ما داخل مدینه بازار هستیم. میرم داخل دیگه دکان ببینیم که در این دکان زیبا و مقبول کدام لباس های جدید آمده که به شما عزیزا به معرفی بگیریم. شما صحبت می‌کنید بیادر؟ خوب هستین بیادر؟ شکر سلامت، شما خوب هستین؟ در ابتدا خودتان معرفی داشته باشین. داریان هستم از کابل. خب فروشنده هستین دیگه بله، در مدینه بازار؟ فروشنده هستم. بله. چند سال میشه خودتان اینجا فروشنده هستین؟ حدود 3 سال میشه. 3 سال قبلا هم در دیگه بخش کابل با این کار مصروف بودین یا که نه واردی بازار شدین؟ نه وارد بازار شدیم، فعلا دیگه مصروفیت دیگه کارا بودیم. خب ما که میبینیم ماشاءالله دکانتان هم بسیار زیباست و انواع مختلف لباس ها با دیزاین‌های متفاوت است و اگر حالا بریم به طرف معرفی لباس ها که در سال 2024 چی تغییرات آوردین تا هموطن ها ببینن و بیاین پیش خودتان خریداری کنن. تشکر، زنده باشی، مشکل نداره، میریم به خیلی چیز خرید کنیم. از هم قسمت اول میریم. بیادر دیگه خنده داره. بفرمایید از طرف شروع میکنیم. خب در رابطه با این لباس زیبا با رنگ زنگولی است اشتباه نکنم. رنگ پسته‌ای برای ما معلومات بدید در رابطه با دیزاینش، دوختش و اینکه چقدر وقت در بر گرفته. در دوخت ازی تقریبا 3 روز یا 4 روز میشه. دیگه دوخت دیگه است مکملا دامنش که توتا یخن است که کدام از این پیس توتا میشه و این چسبیده میشه. یخنش که است یخن یوسفی میگنش. یخن یوسفی؟ بله یخن یوسفی. دلیل از چی است که به نام یخن یوسفی یاد میکنن؟ اگه فکرتان باشه چه سریالای چی دیده باشی یوسف دیده باشین که یخنش چی که داشتن اگه چی داشتن برام یخن یوسفی گفته میشه. یک چیزی بود که همین یوسف در گردن خود بله منداخی یخن یوسفی گفته میشه. دیگه چرمش که چرمی گرافدار است که از ماشینی کار شده. دیگه دیزاین کوتاه است. خب دختر خانمای را زیادتر انتخاب میکنن یا عروسا؟ هم عروسان است هم دخترای به حساب ساده میکنن. دخترای خوش تیپ دیگه. خب بسیار زیاد تشکر. و این لباسی که بسیار همون تو دامن کلان داره و اگر این طرف استا چنین بیاده دامن کلان داره، دیزاینش مختلف است. در رابطه با این برای ما بگویید. پیران که است شریقا پیران عروسان است، تقریبا 12 متر دامن داره و 2 رنگ کار شده. در تکیش که دخمه ابریشمی است، مکملا توی پینکی است، پینکی پولیدار میگنش کار شده. دیزاین عروسان است. خب چقدر گرنگ باشه یا خود حرکت بته یا پیرانه؟ این سبک است. نظر با دیزاین معلوم میشه این گرنگ است ولی تنها تکه کار شده که خاص سبک است، این گرنگ نیست. آستینایش هم بسیار زیبا. آستینایش هم به حساب نشی پاسته که عروسانه چون که کمک پرکار ما کار کردیم که عروسانه را به خاطر که پرکار زیاد متفاوت‌تر میباشن نسبت به ساده. خب آستینش هم زیبا و مقبول است. از 2 نوع که دیگه کار شده. هر دوش بخمل است، رنگ لاجوردی و سرخ کار شده. دیگر رنگایش هم میشه کار کنیم. خب دیگر رنگایش هم دارین؟ فعلا یک رنگش است جور میکنیم ما حساب 20 سامپل است. احیانا اگه مشتری را دیگر رنگایش بگویم ما براش جور میکنیم وقت دشون گرفته. بسیار زیاد کار نیک است. بریم و این لباس دیگه ای که همون تا آستینای کوچی داره. بله. ما اشتباه نکنم بسیار همون تو زیبا و مقبول. دامن از این چند متر است و در رابطه با تکهش و دیزاینش اگر بگوییم؟ ابشریقا دامن از این که است لیلی متن میگنش، تکای تنبان است ولی به حساب تکی اول است. اول لیلی متن است. دیگه 9 متر دامن داره، دیزاین کوچیانه است. یخنش هم که از بلوچه کپی است که از حال کار شده به حساب یخن که است، یخن سابقه است در کار حال کار شده. خب شما خودتان اینا را طراحی میکنین یا ای که کارمند دارین در دیگه ولایات؟ نه خودم هم اینجا در می دکان موادش هست، در خود کابل است، کمپانی است، شارنو است یا کارتینه اینجا موادای زیاد است. ما خود ما ایره میگیریم اینجا کار میکنیم. دیگه این زری دوزی که شده اینجا خود ما اینجا سیاسراست است، زازواره هستن و به حساب است کارمندایتان هستن؟ بله ولایت هستن که برای ما اینی زری دوزی ها را میکنن برای ما میارن اینجا ما خود ما دختریایی شده خود دکان میکنیم. خب چقدر اقدام نیک است که هم بسیار فرهنگ خود از زنده میسازیم با این لباسا و هم هموطنان عزیز ما مصروف کار میشن و یک مصروفیت برشان ایجاد میشه. بله این کار ما به خاطر میکنیم که
پیسه که ما در بیرون مصرف کنیم چرا میره خود ما در داخل یک چیز صحیح برای جور کنیم و همین بودجه که مثلا زیادتر میمانه پس سر وطندار خود به حساب سر وطن خود ما مصرف کنیم. باز چطور از بازار کارتان؟ شکر و فضل خداست، ناشکری نشه شکر هزار دفعه شکر خوب است شکر. همین به حساب از دیگه کارهایی که مثلا میشه بهتر است که به حساب ما میجا مصروف هستیم یک چند رو حلال پیدا میکنیم. خدا را شکر که همین مصروفیتتان هم به خوبی به پیش میره. حالی لباسای دیگه ای که بیننده های عزیز شما ببینین هر کدامش رنگش دیزاینش مختلف است. واقعا لباس های بسیار زیبا و قشنگی هستند. در رابطه با این لباس هم بر ما بگوین یخن های هر کدامش متفاوت تر است. نگر پیشتر است چند دیگر؟ در حساب ازی چون که کار دزدوزی است و دزدوزی احیانا اگر فکرتون باشه این گل که هست یک چیز است این گل دیگه چیز است. یخن های گراف میگن یخن دزدوزی است. و آستینش که هست آستینش هم بلوچی است موردودی شده این فیته است و در خود فیته داخل فیته ما به شکل بلوچی رنگ که به حساب دزدوزی ما ایره کار کردیم. تکه گل بخمل است و همین تکای گل بخمل یگان وقتا که در خانه قسم میکنن تکه گل بخمل از همون زمانهای سابق است. هیچ مود از این نمیره. خب چیزی است که به حساب تولید خود وطن ماست. تولید خود وطن ماست. این دختر به حساب تکیه است که به خود دست خانمای ما که به حساب دختر خانمای سابق که بود این تکار را ساخته بودن و قدامت از این تکه که تا جایی که من فکر میکنم شاید بیش از حد از 40 سال یا 50 سال دروغگوی نشم شاید که شود تاریخ از این قدامتش که باشه دیگه بسیار قدیمی است این تکه تا حال به حساب ما این تکه را میگیریم شست شو میکنیم و دیزاین میکنیم طراحی میکنیم در کار حال میکنیم. تولید وطن ما افتخار وطن ما و برادر بریم به طرفی لباس دیگه که می طرف برم شما در رابطه با ایام برای ما معلومات بتین. ایام همشیره قند که از کار است دکان که میبینیم کاملا گنده افغانی کلش کار دستی هست و فعلا ماشاءالله خودتون خبر داریم که صنایع دستی شده یا دیگه ایام که از دامنش یخن هست هر کدام از این است این یخن هست گراف ول میگنشه ما ایره به حساب توتا 4 انجه میکنیمشه و از یک دامن 3.5 متر جور کردیم. دامنش 3.5 متر است؟ 3.5 متر است دامن ازی که مکمل این دامن ازی که میبینیم توتا ازی کلش از یک سر یخن است که یخن ازی را ما توتا یک دامن جور کردیم و یخن ازی که است بالاتانی ازی کار دست است که میجا خود ما موره مترانه داریم خود ما دیزاین یخن جور میکنیم در خود دکان و در رابطه دی که کوتاهش اینی درازش است. خب دیزاینش هم دراز است و هم کوتاهش است. و یک چیز دیگه که ما میبینیم با هر لباس فکر کنم که واسکتای مردانه هم شما میجا مچ کردیم. در رابطه با این واسکتان بر ما اگر مشکل نداره براتون میگیم در ادامه برنامه بخیر ان شاء الله. حالا این طرف بیاین. این لباس دیگه مخصوص عروس خانم است. این پیران که است این کوتاهش است این درازش است که مخصوصا برای عروس خانم است که دیگه بالاترین دیزاین دکان که است در بازار مدینه بازار فعلا اینمی دیزاین است. خب همین دیگه دختر خانمایی که نو دیگه عروسی میکنن امیر شاید انتخاب کنن. بله و بالاترین وزن پیران هم اینمی پیران است. خب چقدر است وزن ازی؟ در حدود 6 کیلو یا 5 کیلو میآید. خب بسیار زیاد گرنگ آمد. گرنگ هست همشیره. خب یخنش هم بسیار زیباست آستینش هم چادر نداره؟ چادر داره. داره چادرش هست. چادر از گنده افغانی معمولا کلش گاچ میباشه 2 متر چادر بازو نظر به نیاز مشتری که هر چیزی که مشتری بگه امروز میشه کلا پوشیده میشه مشکل نداره کلا بگه یا که چادر بگه میشه که پوشیده. خب این لباس دیگه که مرا برق نگیره یا بسیار زیباست و متفاوت‌تر از لباس قبلی است. این طرف څه چین دیده؟ این است دیزاینی است که فعلا در بازار نو جور کردیم خود طالب حساب در سال 2024 است. 24 این پیران نو ما جور کردیم شیپشه دیگه 4 متر دامن داری همشیره قند در قد 41 میاد تنبان 6 متر تنبان است میتونن که مشتری اگه بخواین 9 متر هم میشه 12 15 متر هم تنبان بخواین میشه و این دیزاین نو است که ما ایره جور کردیم سال به حساب سال نوی جور کردیم دیزاین و دیگه دیزاین هایی که ما زیر کار داریم و فعلا زیر کار است هنوز به حساب نامده در بازار شاید تا در روز 15 روز شیپای نو ما بیاد. خب دیگه تمام پیرانی که با دامن 4.5 متر گفتین
4 متر ایرا شما دیگه نو دیزاین کردین. نو دیزاین کردیم همشیری خندالی ها. مکملا میبینیم که آستینش هر کدام از بازم. این تکه پلیت شده و این که از قرص است تکیش تکه بخمل ابریشمی یخنشان بلوچی توپیست. خب هر کدامش دیگه باز یخنشون نام داره؟ نام داره بله هر کدام. خب در رابطه به این لباس هم اگر بر ما بگین بیادر؟ رابطه از پیران که هستم شریقان یا این شیپ اینمی پیرانه که به حساب برتون نشان دادیم بیشتر دراز اینمی شیپ است. این یک قطار کار شده شرمه کار شده یک پیز به حساب تکه بخمل کار شده سرخ و یک دیگه کار شده با قرص است باز بخمل هستن. دیگه هم دیزاینی هست که دیزاین کوچیانه میگنش. در ابتدا بسیار خانم هست که دیزاین کوچیانه زیادتر خوش میگن استفاده میکنن و ما کوشش میکنیم در دکان که چیزای پرکار کار کنیم چون که ساده کرده پرکار از زیاد خوش میکنن. مشتری خارجی دارین یا ندارین؟ شکر است میایم داریم. خب گفتنیتان به اوی هموطنان عزیز که میخواین امی فرهنگ افغانی خود ما را در کشورهای دیگه مروج بسازن و ایرا نشان بدن که ما هم یک فرهنگی داریم که یکی از او فرهنگ ها پوشیدن امی لباس است. گفتنید به اونو چیز؟ گفتنی من برای از انسانایی که مثلا میخواین که فرهنگ خودن زنده بسازن کوشش دینه میکنن که چیزی که به حساب در وطنشان است اون را سرش کار کنن و از او بیرو که چیزی که میای او مربوط نمیشه. مثلا این ما خودم اینمی یک فرهنگی است که از فرهنگ افغان است. بله نماد ماست. نماد ماست به حساب هر جایی که بریم ای برای ما یک اشاره میرسونه که ما یک افغان هستیم. بله. و افغان بودن تنها دی نیست تنها در همه جایی که مثلا داریم ما در معدن است در به حساب هر چیزی که شما فکر میکنید در دنیا هر سهولتی که بخوایم داریم. ولی ما باید کوشش کنیم که فرهنگ خود از زنده بسازیم. خب بریم به طرف این لباس دیگه که ما میبینیم این زیر کار است؟ بله زیر کار است. پیرانه است که از مشتری هستم شریقان. یک سیپک نو است که را جور کردیم در دیزاینی است. بندازمش که در کامرا هم بیاید. این دیزاینی است که شریقان که از لیلی متن شیپش گرفته شده و در زری بخمل کار شده. 6 متر دامن داره. ایره فرمایش داده براتون؟ بله ایره فرمایش داره. و حساب برای ما این یخنش که است یخن بلوچی است. این یا که مکملا کار دست است بلوچی اول است یا هر کدامش که باز کیفیت داره؟ بله کیفیت تارش است؟ بله دیگه به حساب 6 متر دامن داره چرماتوزیش که ساخت دست است. وزنش تا 3.5 کیلو می آید وزنش. ما ایرش بلند کردن نمیتونم. مشکل نداره نما که همی دامنش هم در کمره بیاید؟ خیره خرابی میشه دیگه. کارا خود دیگه به حساب وظیفه ما دیگه شده. اینی داخل شده 6 متر دامن داره چرمدوزیش دستدوزی است. آستینش که از به نام قرص میگن قرصایی است که به حساب دستدوزی هم تقریبا شاید از 10 سال 15 سال 20 سال پیش باشه بله خدامتش معلوم میشه از امیتار چون که به حساب کارش میبینیم که رنگش یک کمک گرفته شدگی است چون که بسیار وقت از این آستین تیر شده. بله دیگه هم یک دیزاین نو است که را جور کردیم برای مشتری میبره میشه و همچنان میبینیم که به این سمت دکان تا پیش همین شما برادر بفرمایید. این لباس دیگه که رنگ بانجانی دارد در رابطه با این اگه صحبت کنیم این طرف دیزاین لیلی متن است. همشیره کم لیلی متن است که نوک دامنش ببینید توتای مختلف کار شده. دیگه چرمام کار شده فیتای ماشینی هم کار شده فیتای هندی هم دیگه کار شده. 9 متر دامن داره همشیره قند دیگه یا یک شیپ نو است که نو جورش کردیم در بازار فعلا قدر چی نشده. قیمت از این چند است؟ قیمت از این 14000. 14000 اما قیمت نهاییش 14000 است یا که مراد داره؟ 14000 است نهاییش. خب نهاییش ان شاء الله بخیر هموطنا بیاین از پیشتون خریداری کنن. و این لباس دیگه که لباس دیگه ما کاسم شریقان یا شکلی است که توتایی است. 4 متر دامن داره یخنش هم یخن یوسفی است. دیگه قد 51 میه و یام کس توتایی که در دامنش کار شده یام کلش یخن هستن. یخن گراف قرص میگنشه. هر کدوم 4 اینجا قیچی میشه و ایره پینکی دور داده میشه و در دامن ما ایره توتا میشه. قیمتش؟ قیمت دیمه 16000. 16000 چه تفاوت دارن که قیمت از او ارزانتر است و از این قیمتتر؟
او کس همشری قم به حساب فیتای ماشینی کار شده و این کس دوتایش کس کلش دستوزی یخن است. هر کدام از یخن است که ما فعلا 40 تا یا 30 تا یخن میبره، هر کدام از زیر توتا باز پینکی کاری میکنیم. و همچنان ما میبینیم که با این لباسای بسیار زیبا و مقبول بینندای عزیز واسکت های مردانه هم است که در قسمت بالای لباسای زنانه شما میتونین مشاهده کنین و همچنان دختر خانما میتونن که با این لباسا از سرپایی است نه؟ پایزار از اینا هم استفاده کنن که بسیار زیبا و مقبول هستند و با هر لباس هر کدامش مطابقت داره. بله همشریک نه پایزار است که میبینید خودتون چند رنگ دیش پایزار کار شده وی به هر پیران میخونه. باز هر کدامش که باز هر کدامش از خود شیپ داره. هر شیپی که به حساب دختر خانمان بخوایم ما اونم شیپ برش میدیم. دیگه باز هر پیرانی که داریم به حساب از خود واسکت داره. پیران ما بسیار در دکان که هست عموما بسیارش جوره سیت است. هم پیرانش هست هم به حساب واسکتش هست. یعنی پیران با واسکت مردانه و زنانه هست. بله و در ضمن از این ما یک کار دیگر هم داریم که به حساب بسیار محفل است که فکرتون باشه یک گروه جور میکنن. ما یک سیستم داریم که به حساب برای دختر خانما و برای بچه‌ها که هستن ما هم واسکت جور کنیم هم پیران جور کنیم که یک شکل باشه دیزاینش یک چیز باشه، چون که بسیار مشتری مال خاصشون است که ما محفلی که میگیرن به حساب گروهی پیران هم فرمایش میتن و به حساب چی را فرمایش میتن واسکت امیر ما زیر کار گرفتیم که باید دیگه جور کنیم. زنده و سلامت باشی بیادر با امید عزیزی که مشتری ها بیاین و در دکانتان خریداری کنن و هموطنای ما ببینن و این لباس های زیبا و مقبول کنن. سلامت زنده باشی. در اخیر اگر پیامی داشته باشی کمری ما در خدمت شما. پیام خاصی نداریم، کل پیام به وطن داریم. همین پیام داره که هر جایی که باشین، چی داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان آباد سربلند باشین دیگه، در هر جایی که باشین از گزند دنیا در امان باشین. زنده و سلامت باشید. تشکر. هموطنان نازنین بازم در ادامه برنامه هستیم. در مدینه بازار آمدیم در یک دکان دیگه ای که ببینیم اینجا کدام مدل‌ها در سال 2024 به بازار عرضه شده. شما هم بیننده برنامه باشین و ما هم میریم پیش برادر ما که همینجا فروشنده هستن. سلام برادر، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین، بخیر، صحت شما خوب است؟ سلام به شما و بیننده های عزیز شما، خدا کنه خوب باشین. تشکر، سلامت باشین، ممنونتان. در ابتدا اگر خودتان معرفی داشته باشین. ضمیر هستم از ولایت کابل، یکی از باشنده امی مارکت، دکاندار امی مارکت که تقریبا 15 سال میشه که در این کسب کار هستیم. خب 15 سال هم دیگه یک عمری است که شما در این بخش سپری کردین. بله حتما فایده داره دیگه. والا خارقاً یک حساب است در جمهوریت که بود نسبت به حال خوبتر بود. دیگه حالا ناشکری نمیکنیم، هزاران بار شکر است. خب کاروبار بسیار تغییر کرده نسبت به سابق. یعنی بازار کاروبار قدر رونق نداره فعلا؟ فعلا نه. بیا خدا مهربان است. فعلا از 100% اگر بگوییم 30% هم نیست. خب بیا خداوند مهربان است. حالا اگر این پیرانایی که شما به فروش میرسانین به ما به معرفی بگیرین، از این قسمت شروع کنیم. در رابطه با همین لباسی که برنگ جگری است و بسیار هم مقبول و زیبا هست، اگر معلومات بتین به ما؟ این لباس که از خواهر عزیز تکش بخمل آبچکان میگن و این گلدوزی که روی شده این تکه تیار نمی باشه. این گلدوزی را خود ما روی تکه کردیم و دامنش چرمدوزی شده، یا خرش هم موره کار دست قدیمی است. دیگه به حساب دیزاین کوچی است. چند متر از دامنش؟ دامنش 6 متر است. 6 متر است. و این گلکایی را که شما اشاره کرده اینا را دختر خانما میدوزن؟ اینا در خانه خانما میدوزن که هم توسط ماشینای گلدوزی دوخته میشه. اینا توسط دستم خود دوخته میشه؟ توسط دستم است که چرمه و
همین یخن موره مثلا این چیزایش که است امرای دست دوخته میشه، بازی گلدوزی گپاش که است که ماشین داره از خود. و همچنین لباس دیگه که در عقب ماست در رابطه با ایام اگر بگوین بسیار هم تو زیبا معلوم میشه. این تکش لیلی متن است و زیر دامنش چرمدوزی شده. یخن از ایام یخنای خوستی میگن ایره. یخنش کار دست است مکمل. شیپ دیزاین کوچی است ایام. خب بازی لاکت هم داره؟ این لاکت امرایش ما آمدیم به خاطر نبودش. خب این دیگه باز جدا فروخته میشه؟ این چیزایش جدا فروخته میشه. قیمت از این چند است از این پیران؟ قیمت از این بر مشتری ها که ما نرخ میکنیم 11000. خب دیگه اگر با ما بگوین اما تو بر شما همه تو مشکل نیست، تو فهم بخواین براتون. زنده باشین، تشکر، بخیر باشین، شوخی میکنم. و این لباس های دیگه که در این قسمت است و لباس پیش برین بیادر شما بفرمایید. او طرف بریم. این لباس دیگه که بسیار همی توجه مرا به خود جلب کرد. دامن از این چند متر است و این چگونه طراحی شده؟ یام بخمل لاکی میگن ایره. از دیزاین های سابقه گرفته شده. تکیش نو است خب منتها از این دیزاین تکی سابقه نو جور شده. یا بخمل لاکی میگن ایره. یخن از یام کار دست است، دست دوزی است. این نو جور شده ای پیرن؟ بله یا این تکاک است اصلا قدیمی است. بله. و فعلا ایره به حساب نو جور کردن. تکی قدیمیش هم پیدا میشه، خب این نوش هست. با زیادتر مشتری ها نو به خاطر خوش میکنن که لکه و داغ گپا نمی داشته باشه به او خاطر. خب لباس دیگه که چند رنگ است در رابطه با ایام اگر بر ما معلومات بتین؟ ایام است تکیش همو مثل پیرن دیگه واره بخمل آبچکان است و این فیتاش که از فیتای بنارسی دیگه کار شده. یخنش کار دست است و آستیناش دیگه دیزاینش دیزاین کوچی است. خب چند متر از دامنش؟ دامنش 5 متر است. قیمت از یا باز چند است؟ قیمت از 2,500 است. 2,500 است. بیشتر مشتریاتان دختر خانم ها هستن یا که کسای دیگه ایام است که به شما مراجعه میکنن؟ خانم هم هستن، زیادترش هم خانم ها هستن. مشتری خارجی هم دارین؟ مشتری خارجی هست ولی مشتری فعلا که هست کمی زیادتر فرمایش های ما سر مشتری های خارجی هست، چون مردم داخلی خیلی اقتصادشان فعلا ضعیف است. اونا نمیتونن که بیان یک از کار شوق است، نمیتونن که به قیمت بسیار گزافی را بخرن. زنده و سلامت باشین. بیادر تشکر. در اخیر پیامی داشته باشین. تشکر از شما. زنده باشین. بخیر باشین. وقتتان بخیر. هموطنان نازنین، ایام بود برنامه‌ای که ما از مدینه بازار برای شما عزیزان تهیه کردیم. مدلایی که در سال 2024 گند افغانی در بازار عرضه شده و بیشتر هموطنان ما که در اینجا مصروف هستند و این لباس ها را به فروش میرسانند. بسیار لباس های مقبول و زیبا اینجا طراحی شده و آماده فروش است و شما هم هموطنان عزیز به ویژه دختر خانمای خوشتیپ افغان که چه در داخل هستین و چه در بیرون از افغانستان هستین میتونین اینجا از هر دکانی که در این مارکت است فرمایش بتین و این لباس های زیبا و مقبول به دست بیارین. و برای دیدن بیشتر برنامه ما چینل یوتیوب سلک تایم لایک و سابسکرایب کنید و نظریات نیکتان با ما در کامنت شریک بسازین. و اگر شما هموطنان عزیز هر موضوعی را که میخواین روی از ما گزارش تهیه کنید و مورد پسند شما هست بر ما در کامنت بنویسین، ما هم برای شما خوبان گزارش تهیه میکنیم و ما ناگزیر هستیم در این قسمت برنامه خدا به پایان برسانیم. خدا حافظ و نگهدارتان. وقتتان بخیر. الله حافظ.